در ابتدا وقتی که اراده پادشاه آن لایتناهی خداوند انسوف ناشناختنی محقق شد، در فلک آسمانی نشانه‌هایی حک کرد. از داخل نهانی ترین اعماق شعله‌ای تیره از راز انسوف ناشناختنی آن لایتناهی غیر قابل درک ظاهر شد. این شعله همانند بخاری بود که در آن بیشکل به شکل و هیئت حلقه‌ای شکل گرفته بود. آن فلک محصور بود و رنگی نداشت، نه سفید، نه سیاه، نه قرمز، نه سبز و نه هیچ رنگ دیگر. این شعله وقتی توانست انوار درخشان به وجود آورد که اندازه و بعد پیدا کرد، به این صورت که از ژرفترین کانون شعله چشمه‌ای جریان یافت که از آن رنگ‌ها خارج و به روی هر آنچه که در زیر بود گسترده شد، در حالی که در نهان رازآمیز انسوف ناشناختنی پنهان بودند. چشمه سرریز کرد و با وجود این اسیر را نشکافت. این امر دانسته نشد تا اینکه نقطه‌ای پنهان و علوی تحت تأثیر تماس با آن شکاف قایی درخشیدن گرفت. برای این نقطه چیزی نمیتوانست شناخته شود. از این رو بود که آن نقطه رشید یا آغاز نامیده شد، نخستین کلمه که جهان به وسیله آن آفریده شد. و خداوند گفت که روشنایی بشود و روشنایی شد. این روشنایی نور نخستین است که خداوند آن را آفرید. این نور دیدگان است و نوری است که خداوند به آدم ابوالبشر نشان داد و او به وسیله آن توانست سراسر جهان را ببیند. این همان نوری است که خداوند آن را به داوید نشان داد و داوید با مشاهده آن خداوند را این چنین مدحو: زهی عظمت احسان تو که برای ترسندگانت ذخیره کردی و برای متوکلانت پیش بنی آدم ظاهر ساختی. این همان نوری است که خداوند از طریق آن سرزمین اسرائیل از گیلعاد تا دان را به موشه یا موسی نبی نشان داد. خداوند این نور را از بهره‌مندی 3 نسل خطاکاری که می‌دانست ظهور خواهند کرد، یعنی 3 نسل هنوخ، نسل سید، نسل برج بابل، دور نگاه داشت. سپس نور را در زمانی که مادر موشه او را پنهان کرده بود، یعنی 3 ماه پس از تولد او، به موشه عطا کرد. وقتی موشه به حضور فرعون برده شد، این نور از او ستانده شد و زمانی به او بازگردانیده شد که او در کوه سینا در برابر خداوند قرار گرفت تا تورا را دریافت کند. از این پس موشه تا پایان زندگیش این نور را در اختیار داشت. از این رو بود که هر وقت در میان ملت حاضر میشد نقابی بر چهره داشت. خداوند گفت که روشنایی بشود و روشنایی شد. کلمه ویهی یعنی و آنجا بود به چه اطلاق می شود؟ به آن چیزی که در این جهان و جهانی که خواهد آمد وجود دارد. به نظر هاخامیسا خداوند در هنگام آفرینش کل جهان را با این نور منور ساخت، اما در همان زمان نیز این نور باز پس گرفته شد، زیرا گناهکاران نباید از این نور بهره مند باشند و این نور برای پرهیزکاران کنار گذاشته شد. همانطور که مکتوب است نور برای عادلان کاشته شده است. در این صورت تمامی عوالم با یکدیگر در هماهنگی‌اند و همگی در یک عالم به هم می‌پیوندند. اما این نور تا برقراری جهان آینده کنار گذاشته شده و پنهان شده است. این نور از تاریکی پدیدار گشته که ضربات نهانی ترین راز آن را به وجود آورده است و به همین صورت تاریکی به روشی رازآمیز از آن نور پنهان به وجود آمد. این تاریکی از عالم فرودینی بود که ذاتاً در بردارنده نور. این تاریکی فرودین در آیه زی شب نامیده می شود و خداوند تاریکی را شب نامید. وقتی سلیمان پادشاه به اعماق باغ جوز رفت، همانطور که مکتوب است به باغ درختان جوز فرود شدم. او پوست جوزی برداشت و آن را مورد دقت قرار داد. او دریافت که لایه‌های پوست جوز با ارواحی که امیال نفسانی را در انسانها برمی‌انگیزانند شباهت دارند، آنچنان که مکتوب است و سرور و شادمانی بنی آدم از شیاطین مردم زن است. ذات قدوس متبارک صلاح دید که این ارواح در جهان وجود داشته باشند تا بلکه از دوام دنیا اطمینان حاصل کنند. از این روز که مغز را غشاهای گوناگون احاطه کردند، کلیه عوالم سفلا و عوالم اعلی از کانون رازآمیز نخستین با خارجی ترین
لایه‌های قوالب بر همین اصل استوار شدند. تمامی این لایه‌ها یکی در دیگری، مغز درون مغز، روح درون روح، پوسته درون پوسته، همگی پوشش یا حجاب هستند. قانون اصلی درونی ترین، شفاف ترین، لطیف ترین و پاکترین نوری است که برای ادراک است. این نور درونی بست یافته تبدیل به قصری می شود که برای آن قانون اصلی به منزله یک نثار است. همچنین این نور در حکم درخشش پرتویی است که درک ناشدنی است. قصر برای آن نقطه درونی درک ناشدنی به منزله جامع است و برای آنکه در ذات خود درخششی ناشناخته دارد نسبت به قانون اصلی از شفافیت و درخشش کمتری برخوردار است. از آنجا به بیرون و همانند غشاهای مغز گستره‌ای بر فراز گستره‌ای دیگر است که هر کدام جامعه‌ای بر روی جامعه دیگر را تشکیل می‌دهد. با آنکه در ابتدا غشا وجود دارد، هر گستره برای گستره بعدی در حکم مغز است. به همین ترتیب این مرحله در زیر هم ادامه پیدا می‌کند و پس از این طرح انسان طبق نظم کامل جهان در این دنیا مغز را با غشا و روح را با جسم ترکیب می‌کند. وقتی ماه به خورشید پیوست درخشان بود، اما زمانی که از خورشید دور شد و حکومت لشکریانش به او سپرده شد، شأن و نورش تقلیل یافت و پوسته پس از پوسته برای احاطه کردن مغز به وجود آمد و همه اینها در صلاح. و این چنین است که حجاب‌های گوناگون بر روی هم قرار گرفتند. نوری نخستین آفرینش را آغاز می‌کند و نیروها و انوار دیگری چون پوسته‌ای آن را احاطه می‌کند. سپس خود مغزی می‌شود برای پوسته. و از آن معنا نیز چون پوسته‌ای به معنای دیگر و به مغز دیگر عمق ادراک را گسترش داد. اقراض حجاب پرده ها آمده است، گردش چون غلافی به غلاف آمده است. با وحدت او جمله تضاد است، همه در دایره‌ای که متضاد آمده است. شعر از بهرام.